سفر شگفت‌انگیز فرجی ما از شهر زیبای کابل آغاز شد، از قلب مزار گذشت و به شهر تاریخی هرات رسید. این سفر به یاد ماندنی ما را به شهر همیشه بهار جلال آباد نیز رساند و این سفر است که ختم نمی‌گردد. این بار نوبت شهر زیبای کندوز است، شهری که سفر فرجی روشن را زیباتر می‌سازد. سلام به قلب‌های تپنده شمال، سلام به شهر قطغن زمین. خوش آمدین به ویژه برنامه سریعترین فرجی روشن در کنار دریای آمو. دوستان عزیز، قسمی که شما میفهمین سفر فرجی روشن از پایتخت افغانستان زیبا آغاز شد. بعد از او رفتیم به مزار شریف و بعد از مزار به هرات زیبا رفتیم. چند روز قبل به همیشه بهار ننگرهار رفتیم. خوشبختانه امشب در بین بزرگا، در بین جوانا، در بین یزدا در کندوز زیبا هستیم. به افتخار کندوز، به افتخار کندوز، ماشاءالله خیلی یک افتخار بزرگ است. شخصا برای خودم که با شرکت مخابراتی روشن همکار هستم و از برکت سریعترین فرجی روشن به ولایات زیبای افغانستان میریم. این بزرگا و این مهربانا را میبینیم. چیزایی را که من نوشته کرده بودم اصلا یادم رفته، شما را که دیدم و این مهربانی را که من دیدم اصلا چک نکردین، کم آمدم بخی به خدای. و در پهلوی 2 برابر سرعت فرجی دوستای عزیز ما سیم کارت الفا پرایم هم آوردیم. الفا پرایم واتساپ نامحدود داره، پیام‌های نامحدود داره. شما میتونین که اگر که اینترنت شما تمام هم شود، بازم شما با دوستایتان در ارتباط باشین به طور رایگان. اگر باورتان نمیه ببینید. در دنیایی که امکانات نامحدود وجود دارد، چرا ارتباطات ما نامحدود نباشد؟ ارتباطاتی که در هر جای خود را با عزیزانت نزدیک احساس کنید. ارتباطاتی که بدون کدام محدودیت به تمام شبکه ها زنگ بزنید. فقط یک شبکه است که این ارتباطات نامحدود را با پلان های جدید الفا پرایم برای شما فراهم کرده. با الفا پرایم اینترنت بدون محدودیت سرعت. با الفا پرایم دقایق و پیام های نامحدود روشن و دقایق به دیگر شبکه ها. او مردم، الفا پرایم واتساپ نامحدود هم داره. خلاصه اگر الفا پرایم داشته باشین همیشه یک راه برای ارتباط برقرار کردن دارید. شما می توانید با پلان های الفا پرایم اینترنت بدون محدودیت سرعت را همراه با امتیازات نامحدود فعال کنید. 555 را دایل کنید و با الفا پرایم ارتباطاتتان را نامحدود بسازید. روشن نزدیک شدن. یک زمان شنیده بودم که میگفتن در کندوز یک نوع خربوزه است به نام جنتور. اینقدر شیرین است که جن هم بخورد تور میخوره. همون رقم است نه؟ و در این قسمت برنامه من دعوت میکنم از شخصیت خیلی مهربان، شخصیت بزرگ جناب عبدالعزیز نیازی
معاون بخش ارتباطات و بازاریابی شرکت مخابراتی روشن به افتخار کندوز و این تشویق به تمام دنیا انتقال کنه. با گیم کلاب روشن گیم های دلخواهتان را آنلاین بازی کنید. در تورنمنت های پرهیجان رقابت نمایید و برنده جوایز نقدی شوید و یا با بازی کردن سایر گیم ها امتیازات جمع آوری کنید و آن را به بسته های رایگان اینترنت و تماس تبدیل نمایید. برای اشتراک به لینک gamingclub.roshan.af رفته و شماره تماستان را وارد کنید. سپس بسته دلخواهتان را انتخاب نمایید. روشن نزدیک شدن. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دی ابن عمر رضی الله عنه څخه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل تر ټولو غوره انسان هغه دی چې د نورو خلکو لپاره ډیر ګټور وي او تر ټولو غوره عمل هغه دی چې د یو مسلمان ته خوشحالي ورکړي یا یې کومه ستونزه یا مشکل ورته حل کړي. د وینا په پیل کې زه تاسو ټولو قدرمنو مېلمنو ته یو ښکلی سنت وړاندې کوم چې عبارت ده له السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ما از روز اولی که فعالیت خود را آغاز کردیم پیوند عمیقی با مردم کندوز داشتیم، پیوندی که بر پایه اعتماد، احترام و خدمت صادقانه به جامعه بنا شده است و امروز با تجلیل از سریعترین 4G روشن و معرفی پروفایل الفا پرایم بار دیگر حضور خود را در شمال شرق افغانستان نیز پررنگتر و قویتر ثابت میکنیم. پلان هایی که ایجاد شدند تا بیوقفه در ارتباط بمانید. خوب پلان های الفا پرایم شامل اینترنت سریع، دقایق نامحدود به روشن، دقایق به دیگر شبکه ها و مهمتر از همه واتساپ نامحدود است بدون هیچ محدودیت سرعت می باشد. خدمتی که تا امروز هیچ شبکه مخابراتی در افغانستان ارائه نکرده است. روشن همیشه با ورزش و حمایت از ورزشکاران افغانستان اهمیت ویژه‌ای داده است. همانطور که قبلا اعلام کرده بودیم روشن نه تنها برای چندین سال حامی مالی لیگ برتر فوتبال افغانستان بوده بلکه نیز با افتخار حامی مالی تیم ملی فوتسال افغانستان در مسابقات جام جهانی 2024 بوده است. از لیگ های فوتبال در قندهار، مسابقات کرکت در جلال آباد، مسابقات تکواندو در غزنی و رقابت های پهلوانی گرفته تا لیگ فوتبال قهرمانان افغانستان در هرات، روشن همیشه در کنار ورزشکاران و جوانان قرار داشته است. سپاس از توجهتان و امیدوارم که تا پایان این محفل ما را همراهی کنید. دیا آباد او حوصا افغانستان پهیله. استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روشن نزدیک شدن. اینترنت رایگان به دست آورید. یکی از پلان‌های الفا پرایم را برای دوستانتان پیشنهاد کنین و اینترنت رایگان دریافت کنین. مثلا پلان الفا پرایم 4 را به دوستانتان پیشنهاد نمایین و وقتی که این پلان را فعال کنند شما 2 GB اینترنت رایگان به دست میارید. همین حالا ستاره 666 علامت نمبر را دایل کنین و یا به اپلیکیشن روشن رفته و از بخش پلان‌های الفا پرایم یکی از پلان‌ها را به دوستانتان پیشنهاد نمایین. روشن نزدیک شدن. بازم خوش آمدین. سریعترین 4G روشن در ملک پکاو پوستین میبینین. یک از دوستا گفتن که کندوز ملک پکاو پوستین میگن. بعض وقتا اقدر هوا سرد میشه که باید پوستین بپوشی و بعض وقتا اقدر گرم است که باید پکه داشته باشی. در این قسمت برنامه ما از یک بسته خاص یادآور بشم که این بسته صحوی است و مخصوص کندوز زیبا است که
در بدل 499 افغانی 20 جی بی اینترنت شما میتونین که به دست بیارین و همچنان 50 جی بی اینترنت را در بدل 999 افغانی. و چگونه این پیشکش فعال میشه بفرمایین ببینین. بسته های خاص اینترنت ماهانه برای زون کندوز 20 جی بی در بدل 499 افغانی و 50 جی بی در بدل 999 افغانی. 50% این بسته ها از 10 شب الی 7 صبح قابل استفاده است. برای فعالسازی 242 را دایل کنید. روشن نزدیک شدن. در این قسمت برنامه دوستان نوبت شما است. کی میخواد که جایزه به دست بیاره؟ به صورت بزنید تا اینکه بوتل اعظم نفته. بفرمایید. آرام یک دانه. آرام. عالی! و جایزه این جوان با اینمه خبرکار از طرف الفا پرایم و سریعترین خروجی روشن مبلغ 20,000 افغانی است. مبلغ 20,000 افغانی امشب برای پرتکان از طرف خروجی روشن تقدیم شد. شما چشم کنید نکنید این 20,000 افغان بگیرد. تقدیم باشه پرتکان عزیز. بفرمایید. این هم مربوط شماست که ثبوت رو برای بسازید. روزی نمیده. اون میشه کردن بکنید. ببخشید از این کار باشید. برادم رو. دوستان عزیز، یک جایزه کلان دیگه هم داریم پنهان است. در این جایزه دوستان عزیز نام خدا دارای اسلامی داریم. خیلی نوبت همونطور میرسه دوستان عزیز. همین بوی چند چندی بیا خودتان بیا همین جوان اصلاح نبیتانیم بیا همین خودت خانده بچه ها درشان کم بزنیم نوبت همونطور میرسه. اسمم یحیی از ولایت کندوز هستم. زنده باش یحیی جان عزیز. چند سال عمر داری یحیی جان؟ 16 سال. 16 سال؟ بله. این از من که 2 سال کلان بوده. دوستان عزیز یک نفر دیگه هم میبینم که است. بیا این جوان کالای آبی که داری بیا. خیلی نفر شما را میخواییم. بعد از اون جوان رو کف بزنیم. یک جایزه پنهان. خیلی یک جایزه طلایی است امشب. مایی که بگیرین نام زیبایتان خنده بچه ها. فرید احمد. والمقال نکن نام تخصان شدید. 3 چوکی فورجی روشن در اینجا موقعیت داره و 4 جوان به گرد از این میدوند. درست؟ وقتی که من میگم بدوین اینا میدوند و وقتی که میگم بشینین جوانا به چوکی میشینن عجله میکنن. در این صورت که 3 دوست ما در چوکی جای میشه، یک دوست ما آفساید میمونه و یا هم چوکی برش نیست. امو دوست ما که استاده میمونه با یک چوکی حذف میشه. بعدن 3 جوان میمونه. 3 جوان در گرد 2 چوکی چرخ میزنن. درست؟ و بعدن یکی دیگه هم با یک چوکی حذف میشه. بعدن 2 نفر میمونن، 2 نفر و یک چوکی. کسی که چوکی فورجی را تانست که تشریف ببره بسرش و یک جایزه پنهان، یک جایزه بسیار مبلغ طلایی را ما برشان خواهد داشتیم. ما به طرف شما سیل نمیکنم. آماده هستین؟ آماده. 1 2 3 بدوین. ایشینه بیا تشکر. این یکمی این چوکی شما تقدیم بفرمایید. بدوین چیه کار آسان؟ بدوین آرام بیشینه. بسیار زیبا نام خدا پالوان در چوکی جای نمیشه. تو یک چوکی رو قند چوکی تشکر شما هستین. قرآن جان چوکی از شما داشت پاسخان استفاده کنید. آماده باشین. دوستان این مرحله طلایی است به خاطر از اینکه دوستان نگویند که ما باید شما کسی این بازی از دست بده و شما یک درجه فاصله و چوکی بگیرین. آماده باشین که یک مبلغ طلایی از خود بسازین. آماده هستین؟ 1 2 3 بدوین.
سر میدوین بدوین 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 نه 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 بیا بیا چوکی جوان سعی کنید خب باش چه رقم میکنید فکری شما عدد سوم چوکی نباشه شما آرام آرام آماده هستین آرام بدوین 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 من دست ندارم بدوین 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 بشین نشد آماده باشین باز بدوین 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 بشینین کف برنده چوکی فورجی روشن بسیار زیاد تبریک باشه برای تا که نبردی نماندی برای جوان کف بزنید برای اون جوان هم کف بزنید شما بفرمایید بسیار تشکر نامتان چی بود بخشین؟ مسعود جان عزیز بله پیشتر هم گفتم مسعود جان عزیز شما میدونین که چی برنده شدین به نظر شما چی باشه شما به چوکی بفرمایید بشینید بفرمایید شما میفهمین که با این بازی شما چند برنده شدین یا چی برنده شدین شما ما امشب میخوایم که اعلان کنم برنده چوکی فورجی روشن مسعود جان عزیز شده که مبلغ 50,000 افغانی پول نقد است و همچنان دوستای عزیز در این قسمت برنامه ما میخوایم که جناب شریفی صاحب رئیس عمومی امور ولایات شرکت مخابراتی روشن تشریف بیارن و این چک برای مسعود جان تسلیم بکنن چوکی فورجی هم و مبلغ 50,000 افغانی مسعود جان فکر میکردی برنده بشی؟ همین دوستای دیگر که رقم تلفن میکردی چوکی رو محکم میگرفت نمیمون دیگه راست کوشش خودم میکردیم دیگه آدم انشالله پیروز است برستان تبریک باشه چیزی گفتنی دارین خصوصا در این محیط در این کندوز زیبا که تمام جهان تمام دنیا حتما از طریق تلفن ها و کامرا و شما رو میبینن حرف بویم پیام باشه بفرمایید همه تبریک باشه با همه شد او بیادر پیسه را تو بردی و چی تبریکی میتی چی خب پیسه را به اونا میتی نه خیر تبریک بر شما باشه مسعود جان چی کار میکنین مسعود جان ما کاری آزاد دارم باسکل فرشی دارم شهر کندوز کار آزاد دارین او یک نفر دیگه گفتن که چی کار میکنی گفت کار آفرین هستم گفت نه کار چی است گفت دیگرها کار میکنم من میگم آفرین حالی را کار آفرین نوشته بفرمایید شریفی صاحب تشکر بفرمایید تشکر برشان کف بزنین تشکر مسعود جان بفرمایید و همچنان در این قسمت برنامه شریفی صاحب بازم سلام در حیرات زیبا که دیده بودیم و سخنهای زیبای شما را میخواهیم که بشیم بر شریفی صاحب کف بزنین همیشه همکار و یار ما در تمام ولایت افغانستان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم جای افتخار است که دیشب ما صحبت میکردیم با همکارا ما گفتیم خب کندوز آمدین از هرات آمدین کابل کندوز و بالاخره سفر دیشب داشتین خوشبختانه برای کسایی که از ولایت زیبای بدخشان هم است اولین مبارکی را بدم برای از اونا که دیشب ولایت زیبای بدخشان هم به فورجی ارتقا پیدا کرد به افتخار او کسایی که از بدخشان هستند و به افتخار هموطنان بدخشانی ما یک کف زیبای بزن شما در ویدیو دیدیم که سفر پربار شرکت مخابراتی روشن از ولایت زیبای کابل شروع شد هرات ولایت لوی کندهار آمدیم غزنی باستان آمدیم شهر همیشه بهار جلال‌آباد آمدیم شهر مولا علی شهر زیبای مزار و امروز در کندوی گندم افغانستان است در شهر زیبای کندوز شهری که مردمش همیشه شاد و خرم و مهمان نواز هستند از دیروز که ما آمدیم در هر دکان که میریم در هر جایی که توقف میکنین مردم کندوز دست به سینه هستند مبارک هم شما باشه فورجی روشن و تشکری میکنم از همه شما به این میمان نوازی ویژه مردم افغانستان فرهنگ غنیشان میمان نوازی است
ولی به هر جای افغانستان بری، در هر قریه و قصبه بری، الحمدلله مهمان نوازی میکنند. ولی امروز یک مهمان نوازی متفاوت از مردم کندوز دیدیم. دوستان عزیز، تا به این لحظه که با شما صحبت میکنیم الحمدلله بیش از 1000 سایت 4G در 32 ولایت افغانستان انجینران قهرمان افغان شما فعال ساختند. افغانستان امروز در مسیر بسیار خوب قرار دارد. ما افتخار میکنیم که در گوشه گوشه، در قریه و قریه، در آبادی افغانستان حضور داریم و این حضور را ما با هم جشن میگیریم، مثل که امشب با هم جشن داریم. جا دارد که در رأس از وزارت‌های مختلف، به خصوص وزارت محترم مخابرات افغانستان، از تمام مسئولین ولایتی یک ترتیب بسیار اساس و آرامش را برای شما آفریدن. تشکر میکنم از ریاست محترم مخابرات و اطرای ای حوزه در کل، از بدخشان شروع تا کندوز و تخار و ولایت مختلف. تاسو ته مبارکی وایم، ټولو ته مبارکی وایم د 4G پرانستل. عزیز وطندار، خوش گیلدن سیزلر، 4G اینترنت خدمت مبارک بولسن، سق امان بول. برای همه شما مبارک باشه ای 4G و افتتاح ارتقای 4G در ولایت زیبای کندوز، تخار، بدخشان و ولایت‌های بغلان. هموطن بریم تا فاریاب و مزار که همی حوزه شمال است. و من الله توفیق. شب همه شما خوش. امیدوارم که لذت ببرین. تل دیوی افغانستان، ژوندی دیوی در افغانستان. با پلان ماهانه الفا پرایم 1 GB اینترنت، واتساپ نامحدود، دقایق نامحدود روشن، پیام نامحدود روشن و 25 دقیقه بسایر شبکه‌های داخلی را فقط در بدل 315 افغانی فعال نمایید. با فعالسازی دوباره این پلان در ماه آینده در جریان 5 روز 200 MB اینترنت رایگان نیز به دست آورید. برای فعالسازی F1 را به 555 ارسال کنید. با پلان‌های الفا پرایم بسته خاص یوتیوب نامحدود و بسته اجتماعی نامحدود را نیز فعال نموده می‌توانید. روشن نزدیک شدن. بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو محترم و مسئولین و رئیس صاحبان و سپینګیرو د کابل څخه راغلو محترم و میلمنو، د مدینی د جانان تحفه وړاندې کوم چې السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشحاله یم چې نن یو ځل بیا د وطن د آبادۍ، پیشرفت او ترقۍ په یو بله برنامه کې قرار ده. روشن په دې متعهد دی چې انشاءالله موږ تاسې به د داسې نورو پرمختګونو هم شاهدان. روشن مخابراتي شرکت نه تنها په کندوز ولایت کې خپل 4G خدمات عرضه کړي دي، بلکې دا سفر په شمال شرق زون کې له بغلان ولایت نه شروع په کندوز، تخار او بدخشان کې ادامه ده. زه نه غواړم ډېرې خبرې وکړم. زه یو ځل بیا تاسو ټولو درنو حاضرینو ته ښه راغلاست وایم او له تاسو نه مننه کوم چې زموږ دا برنامه مو لا ښکلې او رنګینه کړې. الله پاک مو عزتمن او سرلوړي لره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سفر شگفت‌انگیز 4G ما از شهر زیبای کابل آغاز شد، از قلب مزار گذشت و به شهر تاریخی هرات رسید. این سفر بیات ماندنی ما را به شهر همیشه بهار جلال آباد نیز رساند و این سفر است که ختم نمی‌گردد. این بار نوبت شهر زیبای کندوز است، شهری که سفر 4G روشن را زیباتر می‌سازد. در این قسمت برنامه ما چرخ وفاداری داریم که شما حتما در اپلیکیشن روشن بسیاری دوستا هستن که یک گیم است، بازی میشه و دوستا قسمت خود امتحان میکنن. نام خدا چقدر دوستا هستن، من ایران میمونم.
صبر یک لحظه. خیر دوستان میایم از همین تفلکا خواهش میکنیم یک دفعه که باز این تفلکا کالای آبی که داره خیر اینی بچه مکتب بیایه. خیر شما را میخواهیم. نامک زیبای چی است؟ اسم ابراهیم است. یکم از ولایت قندوز. بسیار خوب. ابراهیم جان چند سال است ابراهیم؟ 13 ساله. صنف چند مکتب؟ 9. صنف 9 مکتب. ابراهیم جان این چرخ خوب میبینی؟ بله. این چرخ 8 خانه داره درست؟ بله. هر خانه از یک انتخاب است و همچنان 15,000 افغانی پول نقد است. بله. از طرف فورجی روشن نمبر طلایی الفا پرایم است درست؟ و همچنان یک خانه است بودیجه نیست. اگر او بیاید که متاسفانه بودیجه نیست. زیر کاسه نیم کاسه است. این مطلب شنیدی؟ یعنی یک چال است. اون چال که میه باز من براتون میگم که چی گپ است درست؟ و همچنان مبلغ 5,000 افغانی است و راز است. مایی که بر ما بتی و امی چرخ خودت یک تاو بتی آستا مگم. ببینیم که ابراهیم جان امشب من آرزو دارم که مبلغ 15,000 افغانی بر ابراهیم جان بیاید که بخیر امی تحصیلات خود ادامه بده. راز است. راز است. این راز در جیب ما است. من آل این راز میکشم که این راز چی است. شما ببینید دوستای عزیز چی است. 10 دانه بیتک برو اینمی جایزیت است. خودت 10 دانه بیتک خود میفهمی چی است درست؟ که 10 دانه بیتک میری 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 برو خانه. بیا تا بغلم بیا برو خانه که سلامت باشی. و ابراهیم جان قند این جایزه از طرف ما برای خود تقدیم در سکایت بخوانی موفق باشی. بفرما ابراهیم جان قند برش کف بزنین. بیا قند بچه خودت بیا بوتل که داری. نه خیلی این بچه که داره اون هستن اون آمدن چند نفر بخوایم نوبتتان میرسه. بحثتان سلام قند بچه ها خوب هستین بخیر هستین خیرتی است. نام زیبایتان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. شفیع هستم باشنده ولایت کندوز. شفیع جان عزیز مکتب خلاص کردین؟ 12 هستم. صنف 12 کدام مکتب هستین؟ خواجه مشهد. نام خدا. اولین بار است که دم یک برنامه بزرگ فکر میکنم خودت تشریف آوردی. بله. بر شما پیام روان کرده بود از طرف روشن؟ نه. خب اما تو آمدی دیدی که بیربار است من گفتی نام شوام داره؟ نه یک دوستایم در شرکت کار میکنن مرا گفتن بیایی. خب خوش آمدین. ما میخوایم که امشب چانستان شما بیازمایین مایی که بر ما بتین و بسم الله گفته شروع کنین. آرزو دارم که یک مبلغ خوب برای شما بیایه. و دوستان عزیز فقط تا فعلا یک انتخاب رفته و راز است زیر کاسه نیم کاسه است و با شما دیدار کردیم از نزدیک خیلی چیز بود برای ما. بله؟ گفتم همی که از نزدیک با شما دیدار کردیم برای ما خیلی چیز بود. خب ما گفتم میگی چندان آدم نیستی خیلی. شوخی میکنم جوان ها افتخار است. من متاسف هستم که دو خانه پشت بفرمایید برشان کف بزنین. زمیر میشه زمیر. بیا خودت شما پیش هستین بیاین. شما پیش هستین. آرام دوستان میایم به کلتان. میایم. صبر از آخرا بخوایم. بیا کاکا بیا ببین افتخار همی کاکا کف بزنین. خودشان تشریف آوردن بزرگا افتخار هستن. بیاین انشاءالله که یک مبلغ خوب برنده شوید. میایم به طرف آخرا میایم. ببینیم که امشب آرزو دارم که یک مبلغ خوب برای استاد ما بیاید. و آرزو دارم که همین انتخاب قبلا دوستا کرده بودی جلیل زیر کاسه است همین نباشه یک مبلغ مالی باشه که حداقل همین زراعت و اینا و خیر و مصرف برسانه. برین پیش برین بسیار خوب. سیم کارت طلایی الفا پرایم است. آرام استاد
پیش برو 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 یک جوره ما یک لحظه یک جایزه برای استاد بزرگوار لطف کنین از این جایزه ما این صرف به خاطر لطف شما و بزرگی شما و به خاطر از یک طرف مسایی که حسین این رقم کردین به خاطر از این ما برای شما تقدیم میکنم زنده باشین شما خداوند کم ما یک جایزه از طرف خود برای شما تقدیم میکنم قربان شما استاد بزرگوار افتخار ما هستین افتخار ما هستین با استاد بزرگوار کف بزنید بفرمایید استاد نام خدا بیاد کالای سفید بیا کالای سفید بیاین نام خدا خیر است آرام آرام جوایز تا آخر دیگه هم جوایز داریم جان میخوایم خودل 50 نفر است یک نفر جان کدام مبلغ به نظرتون خوش میشین؟ بیشتر بود هر چی که بیشتر بود مبلغ 15,000 افغانی فعلا در این انتخابات بیشترین انتخاب است کردیت باشه بهتر است کردیت 20,000 کردیت هم ما داریم و دوستا آرزو دارم که از انتخابایی که امشب برای دوست ما میآید یک مقدار مالی باشه ما بیشتر خوش میشم و راز است نبیاید زیر کاسه نیم کاسه نبیاید وای های بیا چیچه بگو که آریزه رو دفعه عکس بگیریم بهتر است مبلغ خونه آمد دانستی رو پس چرا نه تشکر افتخار بخشیدین بسیار تشکر زنده باشین قند بچه ها السلام علیکم ساعت مبارک بیایم جسا نامک زیبای چی است اسم میلاد است از ولایت قنده است بیا که ببینیم که به این جوان چی میآید و ما متاسف هستم که زیر کاسه نیم کاسه است و بودیجه نیست میآید امشب و بیا دستمال که داری بیا همین جوان بانین موفق باشین بفرمایین همین چرخ هم یک دور بتین مشکل نداره و آرزو دارم که یک جایزه خوب بیایه و امشب خیره برای شما جایزه زیاد است امشب تشویش نکنین بیشتر از 100,000 دیگه هم است و راز است نبیایه باید است تشکر از شما زنده باشین تشکر لورا جان از شما جان من متاسف هستم یک تفلک دیگه است همیجا یک بار از این بیا راضی چند سال هستی؟ چند سال هستی؟ 30 سال است محمد جان نام خدا و خیره بیا امی تفلانبان دیگه اینمی 3 نفر بس کفایت میکنه این رقم نبیه نظر ترا جایزه نداریم بیا دیگه آمدی بیا بانشه خیر بیا بیاین این بیادر اینمی جوایزه به می اشتکاب خوب است خب آماده باشین راحت راز است خیر خودت باش اسماعیل جان خودت باش خودت برو چوچه جان بیا مرا مایی که برام بده تو تو دادی خودت برو یک تاو بده خودت هم خیر دوستا به خاطر کمی یه اطفال از دیگه او 20,000 و 15,000 برای شما چیزی میفهم پیسه دار رسیدیم میشتکا خوش شوان خیر باز من برای شما لایده پیسه خودم میتونم 50 رو بدارم والله نمبر اطلاعی الفا و مبلغ 15,000 افغانی است یک تایر موتورسایکل و یک جوره چبلق و 2,000 کردیت هم عالی میآید عالی است 2,000 کردیت کفرشان بسیار مقبول نام خدا خودت برو خودتان بفرما تان برو
بیا که انشالله این 15,000 افغانی بیایه بسیار خوب نمیشه. راز است. یک دو جایزه مقبول میخوایم که بر از این تفلکا بیارین و این هم بر شما جایزه میتونم. بخیر چانسا است. داخل باز بازی میکنیم. خیره راحت میشه. این ایام تقدیم برای خودت. این ایام یک کتابچه، یک قلم، بلوز، تمام چیز داره. تبریکتون باشه علی جان. برای اینا کف بزنید. دوستای عزیزم، نام خدا همه تو پر انرژی باشین. آینک داری استاد، بیام یا آخرین نفر خودت خواد بودی دهی بخش. دوستای عزیز خیر آخر بازم بازی میشه. حالا سعی کنید اگر در جای بس شما یکیتون باشین نام خدا همه قدر نفر خدا میشه انتخاب میکنید. خوب هستی و خیر هستی، خیرتی هست، جانک جور است. دین استاد عزیز. و بعد از این ابوبکر خودت بخیر دیگه یک چانس تا آزمایش میکنی بخیر. وای 15,000 افغانی و یک تایر موتورسایکل و یک جوره چابلق است که برآمده و 2,000 کردیت برشان کف بزنین. تبریکتان باشه و همچنان دوستا حتما نمبر شما رو میگیره، شما بفرمایین و برو شما هم بفرمایین. بله و باز اگه عکس بگیرید 2,000 پس میگیریم. برو تموم خودتم. کدامش بیایه خوش میشه ابوبکر؟ هر کدامش که بیایه یا آرزو دارم که 15,000 افغانی برای خود ابوبکر بیایه بخیر. صنف چند بودی ابوبکر؟ صنف 5. نام خدا انشالله 15,000 افغانی بیایه کمی درسای خودت ادامه بدی. و انشالله که می 15,000 افغانی بیایه من ابوبکر بسیار زیاد خوش میشم. آیسته آرام نرو. یک جوره چابلق آمد باز. ولی ما میخوایم بر ابوبکر هم یک جایزه بسیار مقبول زیبا را برشان بیارین. و همچنان دوستای عزیز شما میتونین که باقی مانده از این بازی را در اپلیکیشن روشن بازی بکنین که مبلغ ها بلند میره. و همچنان در این قسمت برنامه ما خواهش میکنم از جناب مطیع الله صالح عامر اداره اطرا که سخنان مفید ورزشمندشان را برای شما ارائه داشته باشند. تشکر. بفرمایید کدام سون میری؟ ایشون میری یا اون سون؟ بیازی برو. با پلان ماهانه الفا پرایم 5 10 جی بی اینترنت و واتساپ نامحدود را فقط در بدل 500 افغانی فعال نمایید. با فعالسازی دوباره این پلان در ماه آینده در جریان 5 روز 1 جی بی اینترنت رایگان نیز به دست آورید. برای فعالسازی F5 را به 555 ارسال کنید. با پلان های الفا پرایم بسته خاص یوتیوب نامحدود و بسته اجتماعی نامحدود را نیز فعال نموده می توانید. په شروع کې تاسو ټولو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ښایسته او نبوي تحفه وړاندې کوم چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د روشن مخابراتي شرکت د دغه بېساري اقدام ته د ریاست مخابراتو رهبري د قدر په سترګه ګوري او دا نه وخت نه تنها د ټکنالوژۍ په برخه کې بلکې د ولسونو ته د اسانتیاو او نور دنیا سره د وصلېدلو یو کوټلی قدم دی. اگر چې پروګرام هم دومره خبرو گنجایش نه لري خو موږ ته داسې زرینه موقع کم مسؤلیت چې موږ ته راسپارېدل شوی داسې موقع بیا موږ ته نه برابرېږي چې موږ دغه خول خپلو ولسونو ته چې موږ ته کم مسؤلیت را راسپارل شوی هغه ورسو. یوازې غالبا تېره روژې دویمه ورځ به ما زما موبایل ته یو زنګ راغی چې د جوړ په خیر نه بعد یې راته وویل چې ستا نوم څه دی او څه مصروفیت لري او د کوم ځای اوسېدونکی. خو ما ورته وویل زما نوم مطیع الله دی او مصروفیت مې په یو لیسې ابتداییه کې معلم یم. ویل تا ته چې دی تقریبا د 1,00,000 روپو جایزه راوتې ده. ما ورته ویل ښه چې ما ته د 1,00,000 روپو جایزه راوتې زه باید څه کار وکړم چې زه د دې جایزې مستحق شم.
خو مخکې د دې نه چې زه خو د دې باندې آګاه وم چې کله موږ او تاسو ته د جایزې په مورد کې د لاټرۍ په مورد کې د قرعه کشۍ زنګ راځي د خدماتو مشتریانو نه راځي دلته سایبري جرایمو په اشاره باندې ما یو خبره وکړه غواړم چې د هغې په یو لنډه کارګزاري ته ووایم چې اکثره زموږ او ستاسو ولسونو د دغه ناخوالو سره لاس او ګرېوان دي او دغه سایبري جرایمونو ته پیسې ته وایي نو ویل چې تا ته دومره جایزه راوتې ما ورته ویل یوازې ما ته راوتې خو زما نه بغیر بل مخکې هم چا ته راوتې وایي نه ته څومره ساده یې زه تا ته وایم چې یوازې ته راوتې خو ما ورته ویل چې ما ته ضرورت نشته ښه به دا چې بل چا ته ورکړي نو مناسبه به دا وي چې په دونه غټه مجموعه کې او دلته یو موقع برابر شوی هغه دا چې هیڅ مخابراتي شرکت هیڅ نه د قرعه کشۍ د لاټرۍ د جایزې راوتلو هیڅ نه کوم پروګرام نه لري دغه خلک چې تاسو ته زنګونه وایي او ستاسو په ناوړه استفاده باندې پیسې د نه وایي دغه څه تاسو ډېر محتاطه اوسئ مخکې د نه ډېر یو شانداره او یو ښایسته ماحول دی نور ښایسته او تفریحي پروګرامونه به ولرو خو زه به دا خپلې خبرې په دې جمله باندې به راټولې کړم چې الله ربالعزت دې موږ او تاسو ته ټولو ته دا توفیق راکړي چې د ټکنالوژۍ د دې غوره نعمت نه مسئولیانه هوښیارانه او ګټوره استفاده وکړو د توجه نه مو ډېره زیاته مننه الله هم خوشحال لره با پلان ماهانه الفا پرایم 1 جی بی اینترنت، واتساپ نامحدود، دقایق نامحدود روشن، پیام نامحدود روشن و 25 دقیقه به سایر شبکه‌های داخلی را فقط در بدل 315 افغانی فعال نمایید. با فعالسازی دوباره این پلان در ماه آینده در جریان 5 روز 200 MB اینترنت رایگان نیز به دست آورید. برای فعالسازی F1 را به 555 ارسال کنید. با پلان‌های الفا پرایم بسته خاص یوتیوب نامحدود و بسته اجتماعی نامحدود را نیز فعال نموده می‌توانید. روشن نزدیک شدن میخوایم یادآور شوم که روشن همیشه حامی ورزش و ورزشکاران بوده که خوشبختانه امشب تیم بزکشی هم تشریف آوردن بسیار تشکر برشان یک کف بزنین لطف کردین که یکی از فرهنگ‌های بسیار خوب افغانستان است خصوصا در کندوز زیبا همیشه چاپاندازا در دنیا شهره است و همیشه شما میبینین که گوسفند و بز اینا به کمک اسب میبرن به دایره حلال انتقال میتن و ما میخوایم که یک گاو بیارم ببینم که میتونن انتقال بدن یا نه نه شوخی میکنم فقط خواستم به خاطر افتخار شما یک کف بزنن دوستا بسیار زیاد تشکر و همچنان ورزشکاران از بخش‌های مختلف دیگر هم امشب تشریف آوردن که ما حال دعوت میکنم از تیم ژیمناستیک حرکات مقبول و زیبا را برای شما انجام بدن ولی پیش از اینکه این تیم بیاید ما پیشتر با یک شعر بسیار مقبول و زیبا روبرو شدم خواستم که تا تیم ژیمناستیک آماده میشن ما این شعر یک قسمتش چند قسمتش برای شما به خوانش بگیرم گوش نخونه شدیم مقصد آماده است نارم تشکیش نکنین مرا میگن اثر پیش داشت شما نان بخورین ولی خیر است به خاطر شما این برنامه چند لحظه دیگه ادامه خواهد داشت میگم من ز کابل آمدم سوی بدخشان میروم از مسیر سالنگ و دره خنجان میروم لذت تلخان ندارد هیچ چیزی در جهان خورده با جمع رفیقان شهر بغلان میروم چند روزی کندوز و تخار در سیر و چکر گاه به سوی تخت رستم من سمنگان میروم تپه های شادیان سرسبز در فصل بهار دیدن بلخ کهن در مهد شاهان میروم بله زیباست مسیر فاریاب و بادغیس سوی سنگچارک و سیاد هم کوهستان میروم در فرا و خور هر جا میروم با اشتیاق چند روز شهر زیبای ارزگان میروم در مسیر بازگشتم سوی کابل یک چکر دیدن زیبایی های شهر پروان میروم بی تعصب خانه هر قوم در افغانستان یک روزی لااقل من حیث میهمان میروم و افتخار افغانستان زیبا